چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که حارث بن هشام از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید و گفت: یا رسول الله، وحی چگونه نازل می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: گاه مانند صدای زنگ، یعنی به صورت زمزمه نازل می شود و این سخت‌ترین نوع آن است و پس از فرا گرفتن وحی این کیفیت خاتمه پیدا می کند. گاه هم فرشته وحی به صورت انسان می آید و با من سخن می گوید و من گفته هایش را حفظ می کنم. عایشه رضی الله عنها می گوید: در فصل زمستان و شدت سرما شاهد نزول وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودم و در این هنگام چون وحی تمام می شد پیشانی رسول الله صلی الله علیه و سلم از عرق تر می شد و از آن عرق می چکید.